مادر، تو بهشت جاویدانی مادر، خورشید بلند آسمانی مادر. در چشم تو نور زندگانی جاری است، سرچشمه مهر بیکرانی مادر. این ترانه و تبریکات بخشیده می شود از نام رجب علی، بخشیده به زادروز مادر چون فرشته‌اش پیرمشوی و گلرو صاحب نظرانه. سلام مادری عزیز. امروز این تبریکات و این همه حرف و کلام ها از روح خیلی دور، از نام فرزندی غریب و راه دارد، رجب علی بهرت انشا شده‌اند. امیدوارم که بدون اشک و با قلب شاد و لب پر از خنده این ترانه را گوش میکنید و تبریکات خاصی او را بهر خویش قبول می‌دارید. رجب علی اگرچه در این روز خاصتان کنارتان نبود، ولی نخواست که نبودنش را احساس کنید. بنابراین طریق این ترانه هرچی که در قلب و وجودش بود با احساس خواست بهرتان بیانشان کند. او خیلی از شما حرف زد و یادآوری زمانهای رنج کشیدن و به عذاب به کمال رساندن فرزندان شد. مادر من یک زنی پرصبر و با همت و پاکدل و مهربان است. همین گونه شروع کرد رجب علی. در بابت مادرم از هر کی که او را میشناسد اگر پرسان شوی بجز حرف خوب و تعریف او چیزی دیگر را نخواهی شنید. او بهترین مادر است که ما 5 فرزند را با عذاب و رنج بیشمار به کمال رسانده است. اگرچه من یک مردم ولی رنجهای مادرانه کشیده‌اش را خوب درک میکنم. شب‌های بیخوابی، سرسانی و سرگردانی، نگاه بینی 5 فرزند، کمالات آنها و رنج آنها، همه این برای یک زن یک دنیا مشقت بود. ولی از بس که مادر بود با آن دل بزرگ و صبر بی اندازه‌اش به ما باز لبخند میزد و خوشی و خوشبختی ها رو میبخشید. قربانی نامش که از همین مهربانی و غمخواری و بخشیدن ها و مشقت هایش هست که نامش مادر است. مادر جان، مادر خوب و بهترین من، مادر فرشته‌ام، جشن زادروزتان مبارکتان باشد. مادر، طول چند سال است که من از شما دورم. این دوری هر لحظه مهر و محبت شما را در قلب من بیشتر و بیشتر می کند. من هر لحظه بیشتر از گذشته ها شما را پزمون می شوم. انتظار آن روزم که به وطن، به کنار و آغوش شما برگردم. زیرا پزمون شدم. چهره زیبایتان را، خنده های ناتکرارتان را، صدای گوارا و خوراک های بولذتتان را. من شما را خیلی پزمون شدم مادر جان. افسوس میخورم که در این روز خاص و زادروزتان کنارتان نیستم. ولی از این دوری و غریب بودن من اصلا خواطر نباشید مادر. زیرا من اینجا با دعای شما و پدرم خوبم و صحتمند. من اگرچه تمام دنیا را زیر قدم شما پایانداز کنم ولی کم است مادر. شاید هیچگاه نتوانم رنجهای کشیده تان را برایتان همچون یک فرزند برگردانم. وصفتان را حد و کنار نیست مادر.
پس میلادروزا این روزی فیروز و خاصی زندگیتان مبارکتان باشد. این مادر بهترین دنیا. مادر جان، همیشه تلاش میکنم تا برایتان یک روز خوش را هدیه کنم، زیرا شما همیشه برای ما تلاش کردید و به خاطر ما زندگی، برای ما همه عمر خود را بخشیدید و به خاطر ما از بحر خیلی شادی و آرزوهایتان گذشت کردید. پس تا جان در بدن دارم برای یک لبخند صمیمیتان تلاش خواهم کرد. کاش توانسته باشم که برایتان فرزند خوبی باشم. شما می ارزید به تمام ثروت دنیا مادر جان. میلاد روزتان مبارکتان باشد. این قبلگاه و سجدگاه ما مادر. مادر جان، میگویند دعای مسافر زود قبول می شود. پس اینجا از این دوری، در این غریبی، از خداوند مهربان برایتان تنی صحت، عمر درازی پر از شادی و برکت، سلامتی و خوشروزی و پیروزی، لبخندهای جاودانه و برکتی هر دو دنیا را طلب و تمنا دارم. بگذار شاهد خوشبختی های ما کل فرزندان و نبیرگان خویش بگردید. بگذار در کنار ما و پدرم همیشه جاودانه باشد و سایه‌تان از سرمان اصلا دور نگردد. بگذار هیچگاه درد سرتان را نبینیم مادر. امیدوارم که این هجران ها پایان می‌یابد و به دیدارتان مشرف می‌گردم مادر جان. پس بازم این میلادی نکو و خجسته عمر و زینه نوی زندگی در کنار ما برایتان مبارک باشد. زاد روزتان مبارک. ای مادر، ای مادر، ای مادر.